به روش‌های گوناگون این امکان وجود دارد که بتوانیم موجودات ماورایی را در مکانی حبس کنیم. برخی اوقات اجنه و شیاطین بر انسانی تسلط یافته و تسخیرش می‌کنند. در این صورت می‌توان وارد جسم انسان شود و از او تغذیه کنند. همین عامل باعث می‌شود شخص تسخیر شده رفته ضعیف و بیمار شود. اغلب شیاطین بزرگ عامل تسخیر انسان‌ها هستند، اما تنها راه ممکن برای رهایی از آن برگزاری مراسم جنگیری میباشد تا موجود تسخیر کننده دفع و یا نابود شود. روش‌های گوناگونی برای این آیین‌ها وجود دارد که ساحران، کشیشان و برخی استادان علوم ماورا آن را اجرا می‌کنند. در یکی از این روش‌ها می‌شود موجود تسخیر کننده را در یک بطری شیشه‌ای حبس کرد. بدین صورت که اگر بخوایم بدانیم چه موجودی شخص را تسخیر کرده و دلیل این تسخیر چیست، باید نام 4 ملک را بر پیشانی آسیب دیده بنویسیم. در حین نوشتن ملک 4م نام شیطان تسخیر کننده را بپرسیم. او قطعا از ما می‌خواهد که رهایش کرده و این آیین را ادامه ندهیم، اما باید به کار خود ادامه داده تا به نامش دسترسی پیدا کنیم. سپس انگشت کوچک دست چپ آسیب دیده را بگیریم و در یک بطری شیشه‌ای حبس کنیم. با خواندن دعوتنامه شیطان را مجبور کنیم بیرون بیاید تا جایی که شبحی در بطری ببینیم. به سرعت انگشت آسیب دیده را بیرون آورده و دهانه بطری را موم بگیریم و روی آن بنویسیم او راست میگوید، پادشاهی از آن اوست. و بدین شکل شیطان داخل بطری حبس خواهد بود تا زمانی که بطری بشکند و از آن خارج شود.